دفتر مطبوعات سفارت عربستان سعودی در دوشنبه روز 7 اپریل سال 2023 خبر داد که به ساکن دهه فاطمه و نویه عینی اسدالله صدرالدین و همسر او که چند روز قبل ولید ابن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان و مهمانان او را برای افطار به خانه‌اش دعوت کردند، روادید حج عمره تقدیم کردند. یک هیئت عبارت از سفیر، رهبر صندوق کمک‌های خیریه به نام ملک سلمان، یک ژورنالیست عرب و ترجمان شام 28 مارس در راه بازگشت بعد تقسیم کمک‌های سعودی به ساکنان دهه‌های اعظمی لرزه شب 23 مارس ضرردیده نویه کوهستان مشچا در دهه فاطمه پسر خردسال اسدالله صدرالدین افراد دیده از او درباره یگان جا برای ادای نماز شام و روزه‌کشی پرسیدند. اسدالله از این خبر یافته حتی بدون اون که کی بودن مهمانان را معین کند همه آنها را به خانه‌اش دعوت کرده و برایشان دسترخوان افطاری گشوده است. مهمانان این دعوت را پذیرفته در خانه اسدالله روزه‌شان را گشودند. مهمان‌نوازی این جوان آنچنان به مهمانان از عربستان سعودی خوش آمد که سفیر عربستان سعودی ابراز داشت که آماده است برای رفتن او به حج عمره مساعدت کند. نوشته از دفتر مطبوعات سفارت سعودی در اطلاعش، همچنین رهبر صندوق خیریه به نام ملک سلمان خرج سفر اسدالله و همسرش به حج عمره را به عهده خود گرفته است. این عمل نیک جوان تاجیک را خبرنگار عرب فیصل عبدالکریم با نشر یک ویدیو در توییتر رسانه‌ای کرد و گفت نمایندگان عربستان سعودی از مهمان‌نوازی این جوان تاجیک آنچنان به وجه آمدند که برای او و همسرش راحتی به حج عمره را تحفه کردند.